سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم بافت سیر رو بهتون آموزش بدم، مثل اون عکس قبلی که چجوری بافته میشه. بریم با هم دیگه یاد بگیریم. برای اینکه بافت سیر داشته باشیم، سیرامون باید اینجوری دسته بلند داشته باشه. بذارید یه خورده نیم خشک بشه. پاکش کردیم، تهش رو تمیز کردیم، بعد میذاریم یه خورده نیم خشک بشه، بعد میریم با هم دیگه میبافیم. قدیما که میخواستن سیر ببافن، از به جای این نخ از گالی یا کلوش استفاده میکردن که ما الان اونا رو نداریم. با همین نخ براتون میبافم. خب بزرگترین و درشتترین سیری که میخوایم توی اون ریسه باشه رو انتخاب میکنیم. نخمون رو به قسمت انتهاییش گره میزنیم. ما الان چی داریم؟ 3 تا نخ داریم که 2 تاش نگه دارنده است، همون نخ نارنجی ها که میبینی، یکیش هم ساقه خود سیره. حالا ما 3 تا نخ داریم که به صورت گیس بافت خیلی راحت میتونیم ببافیم و گیس کنیم. یه دونه سیرم بهش اضافه میکنیم و در آخرم همه اون قسمت ها رو با هم دیگه جمع میکنیم و با همون نخ گره میزنیم و اضافه هاشم میبریم و توی یه جایی که آفتاب و سایه باشه میذاریم تا کامل خشک بشه. به همین راحتی. خیلی خوشگل شد.